این نهی از منکر واجب است، اون انجام نمیدیم. برای خندیدن و خندوندن و تو روزنامه نوشتن و اینها آبروی این اونو میبریم. ما موظفیم اسرار دیگران را حفظ کنیم. یک، و اگر کسی نقصی دارد خواستیم امر معروف و نهی از منکر کنیم، آرام و آهسته مخفیانه با خود او در میان بگذاریم. دو، مشکل ما این است که نهی از منکر که واجب است او را انجام نمیدیم. نهی از منکر که واجب است او را انجام نمیدیم. خب کسی در جلسه نشسته نقص دیگری را دارد میگوید، خب این حرام دیگه. اگر واقعا خیر خواهید، خیر او رو میخواهید، خیر جامعه رو میخواهید، خب باید آرام با خودش بگوید، هدایتشان بکنید. اگه کسی درباره دیگری یه چیزی گفت، خب اونا هم عکس العمل نشون میدن دیگه جامعه به هم میخورد دیگه. جلوی بد باید گرفت، اما راهش اینه که انسان با خود او در میون بذاره، بگه برادر این کار اشتباه است. کار اشتباه پایانش سعوده.